خب بچه‌ها بیا دنگای قهوه خونه رو تقسیم کنیم. واسه هر کدوم میفته نفری 50. منو واسه چی حساب کردی؟ من که قلیون نکشیدم. بعد حساب بازی در نیار. تو از 3 تا سرویس استفاده کردی. کدوم سرویس؟ دهن سرویس. اول اینکه از سرویس چایی استفاده کردی. خب سرویس چایی که بغل قلیون رایگانه. از سرویس دستشویی هم استفاده کردی. یه جور ریدی که معلوم نیست ان انداختی یا تنه درخت. بوش کل قهوه خونه رو برداشته. برو بابا اینجوری هم نبود. لعنتی، معلوم نیست اینجا ان ریدن یا تنه درخت انداختن. معده‌م یکم مشکل پیدا کرده. حالا اینا هیچی. دستشویی هم که رایگان بود. سرویس بعدی چیه؟ یه چند جام تیکه بی‌مزه انداختی که دیگه دهنتو سرویس نکردیم بریزیم رود. باشه بابا سگ خورد. منم دنگمو میدم. خب رازل دنگا رو به سولفیت بیاد. جواد من پول امروم نیست. واسه منم حساب کن رفتم خونه واسط میزنم. خاک تو سرت کنن. یه 50 تومن پول تو کیفت بذار میای بیرون. خب رایدر تو دنگتو بده. راستی جواد حساب من با تو چقدر بود؟ تا جایی که یادمه 500 بدهکار بودی. چیه بالاخره میخوای پس بدی؟ نه حاجی حسابمونو بکن 550. سهام عدالتمو ریختن واسط میزنم. یعنی خاک بر سرتون کنن. 50 کیلو ریش و پشمید 50 تومن ته حسابتون نیست. جواد پاشو حساب کن. خب خودت چی؟ حداقل تو دنگ خودتو بده. منم سهام عدالتمو ریختن واسط میزنم. راستی رایدر این سهام عدالت‌ها رو چرا نمیریزن؟ خاک بر سر ستاتون. پاشید بریم این بار من حساب میکنم. اون پیرمرد تفلیو ببینین ماشینش خراب شده. رضا خوشحال باش، مثل که ماشین داغون‌تر از ماشین تو هم پیدا میشه. آره ولی مطمئنم قیافه داغون‌تر از ریخت تو دیگه پیدا نمیشه. بریم به این بنده خدا کمک کنیم یه ثوابی هم برده باشیم نصف شبی. آخ گفتی، من که عاشقشم. مطمئنی رایدر؟ تو اصلا میدونی ثواب چیه؟ آها شما دارید ثوابو میگین؟ من اشتباه شنیدم. فکر کردم دارید ثواب رو میگین. ثواب کیه دیگه؟ همون دختر موبلونده همسایه‌تون دیگه. ول کنید بابا، بیاید بریم به این یارو کمک کنیم شاید دلش سوخت ما هم تا یه جایی رسون. پدر جان مشکلی پیش اومده؟ فکر کنم گوشاش سنگینه، باید بلندتر صحبت کنی. پدر جان. اوی پیری خفه شو. کی منو صدا زد؟ پدر جان مشکلی پیش اومده، کمک میخواین؟ نه چی شده؟ پمپ ماشین خراب شده؟ نه میگم غلط نکنم میخواد بگه پولس ماشین مشکل داره. بابا تو جیب جا میشه؟ مگه 20 ثانیه؟ ولش کن، بذار الان خودم میرم یه نگاه به جلو بندیش میندازم. دیگه هم ماشین رضا که سرطان‌تر نیست. پدر جان برو کنار وایسا، الان درستش میکنیم. اینم بگی حد زدم. جامده یا مایه؟ فکر کنم دیگه درست شده باشه. جواد بپر یه استارت بزن. حله الان میزنم. پدر جان این مشکل نه از پمپش بود نه از پولوسش، باتریش مشکل داشت. آره باتریش مشکل داشت. پس منظور تپو چی بود؟ بابا میگم پلیس داره میاد. فیوزا من دزدم. چی؟ پدر سگا نذاشتن دزدی کنیم. دهن سرویس دوز بود. یه ساعت میخواست به هم بگه پلیسا دارن میان. عجب خری بود. پلیس که تو جیب جا نمیشه. از جاتون تکون نخورید. شما به جرم سرقت بازداشتین. همینا کم داشتیم. یه اشتباهی شده، صبر کنید، ما دزد نیستیم. آره همه اونایی که میافتن زندان همینو میگن. من دزد نیستم. منم دزد نیستم. تو میری منم دزد نیستم. آره منم دزد نیستم. ای بابا الکی به خاطر اون پیرمرد عوضی افتادیم زندان. یه مدت اینجا بمونید آب خنک بخورید. خدا خیرت بده، گلومون خوش شده بود. از صبح چی آب نخوردیم. آره راست میگه. این چایای قهوه خونه واقعا آدمو تشنه میکنه. احمقا منظورش که واقعا آب خنک نیست. حالا آبش گرمم بودم اشکالی نداره. ای شما چهره شخمیان. رضا فکر کنم با تو کار داره. رضا این تو رو از کجا میشناسه؟ با اون نیستم که، با همتونم. بیاید اند شدید، دیدید با من نبود الکی گم میخورید. راستیتش با خودت بودم، اینو گفتم دلت نشکنه. ببخشید جسارتا یه سوالی داشتم. شما به چه جرمی اینجا افتادید؟ سوال خوبیه، حدس بزن دایی. درگیری؟ برو بالاتر. خفگیری؟ برو بالاتر دایی. دزدی؟ بالاتر. آدم ربایی؟ خیلی بالاتر. قتل؟ یکم بالاتر. دیگه بالاتر از قتل چی میتونه باشه؟
این دیگه عجبا کلفتیه. نگهبان لطفا سلول ما رو عوض کن، این یارو خیلی خطرناکه. مشتی کم خلافترین سلول زندان همینجاست، بقیه سلولا رو ندیدی. آقا پس ما همینجا میمونیم، زحمت نکشید. حالا لاشن توریان جرم شما اراذل چیه؟ سوال خوبیه، حدس بزن. قتل؟ بیا پایین‌تر. آدم ربایی؟ نه بابا بیا پایین‌تر. لامد خفگیری؟ نه بابا خیلی بیا پایین‌تر. ای بابا نکنه تو شلوارتون شاشیدین. یکم پایین‌تر. البته ما زندان پاتوقمونه، تفریحی میایم و میریم. نگهبان این آبخونک ما چی شد؟ آره کاملا مشخصه. هی شما چهره شخمی‌ها. رضا دوباره با تو کار دارن. چهره شخمی‌ها با من بودی یا با هممون؟ مگه به جز تو چهره شخمی دیگه هم اینجا هست؟ از زندان اومدم بیرون، باید یه دستی به سر و روم بکشم. یکیتون بلند شه بیاد برای بازجویی. بچه‌ها من میرم. جواد فقط رفتی اونجا این آبخونک‌ها هم یه پیگیری بکن. از تشنگی مردین. رایدر جان اون زیدت که هیچ وقت نداشتی 10 دقیقه دهنت تو ببند. جواد همه امیدمون به توئه، هر جوری میتونی ما رو اینجا بیار بیرون. اینو از کامبیز داشته باشید، هر چی گفتن انکار کنید. کامبیز دیگه کدوم خریه؟ منم دیگه لاچاک پشمی. شرمنده آقا کامبیز، زنده باشی. توصیه دیگه ای هم داری بهمون بکنی؟ آره تو این زندان به هیچ کسی احترام نذارید. زود باشید یکیتون بیاد. گو نخور. چی گفتی؟ احمق منظورم غیر از پلیسا بود. ای بابا خب چرا کامل توضیح نمیدی؟ تا حبس ابد نخوردی من زودتر برم. آره خلاصه داشتم میگفتم اون روز هوا سرد بود، سرم گرم بود، دستم هم سلاح ولرم بود. سلاح ولرم چیه دیگه؟ مشتامه حاجی، انقدر خطرناکه که بهش میگن سلاح ولرم. نه بابا کیا میگن؟ رضا و رایدر. خب حالا بعدش چیکار کردی؟ گوش کن اینجاش قشنگ میشه. اینجا بود که باید سرعتمو نشونشون میدادم. اوه سرعتی دویدی سمتشون آره؟ نه سرعتی دویدم سمت خونه. زکی خسته نباشی. راست میگه سرعتش خیلی زیاده، تو محل بهش میگن سعید تیسپا. نه بابا کل محل بهش میگن؟ نه فقط من و رایدر. بچه‌ها جواد برگشت تو قفس. خب جواد تعریف کن ببینیم چی شد. کتکت که نزدن؟ نه بابا. ای بابا حیف شد. ازت چیا پرسیدن؟ همه چیو واسهشون توضیح دادم، مثل که طرف یه مجرم سابقه داره. پس یعنی آزاد میشیم؟ آره دوربینا رو چک کردن فهمیدن که پیرمرده داشته دزدی میکرده. بیا حبس ما تموم شد، آخر سر این آبخونک ما نرسید. دوستان حالا که رفتن شدید باید یه چیزی رو بهتون بگم. چیو بگی؟ داستان برمیگرده به قبل دستگیری. من قبل اینکه دستگیر بشم یه پول خیلی زیادی و یه جا خاک کردم که بعد آزادیم برم ورشون دارم. خب بعدش چی شد؟ هیچی دیگه، نامردم هم حبس ابد دادن. خب خدا رو شکر. من که دیگه نمیتونم برم اونجا، ولی شما به نظر بچهای قابل اعتمادی میای. میخوام آدرس اونجا رو به شما بدم، فقط 2 تا شرط داره. نکنه شرطش هم درد داره. رایدر یه دقیقه اون کونه خر رو ببند ببینیم این لاشی چی میگه. چی؟ ببخشید این رایدر واقعا منو عصبی میکنه. ما هر چی که باشه حتما انجام میدیم. شرطش چیه؟ من یه خواهرزاده کوچیک دارم، میخوام یه مقدار از پول به اون برسونید. خب اینو قول میدیم انجام بدیم. شرط بعدی چیه؟ این شرط از اون یکی مهمتره. هر چی باشه قبوله، بگو. وقتی که پول دستتون رسید یه دست پسر روی این چهره شخمی بکشین. اینو نمیتونم بهت قول بدم ولی تلاشمون رو میکنیم. نقشه رو تو کاغذ کشیدم بهتون میدم. شما 4 تا بلند شید، آزاد شدید. بچه اونجا رو ببینید، پیرمرده رو گرفتن. شمایید؟ ای من کی چیه؟ تو جیب جا میشه؟ بچه‌ها تا جمله‌اش کامل نشده بدوید بریم. خب رفقا طبق این نقشه اول باید بریم شمال، از شمال بریم شرق. احمق نقشه رو برعکس گذاشتی. اول باید بریم جنوب و جنوب بریم غرب. پول باید همون جاها خاک شده باشه. اگه این پول از زیر خاک در بیاریم کل زندگیمون عوض میشه. آره اینجوری دیگه نیازی نیست سهام عدالتمون هم خرج کنی. احمق سهام عدالت چیه؟ با این پول میتونی نصف لس سانتوس رو بخری. بچه‌ها من با این پول اول از همه میرم یه ماشین خفن میخرم. منم احتمالاً یه ویلا بخرم. بچه‌ها بین خودمون بمونه، ولی منم احتمالاً دماغمو عمل کنم. من که بعید میدونم دکتر همچین پروژه سنگینی رو قبول کنه. بچه‌ها فعلا برنامه‌ریزی واسه خرج کردنشو بذارید کنار. اول باید پول از زیر زمین در بیاریم. راست میگه. بچه‌ها هر چی که واسه کندن زمین لازم داریم و بردارید. راه میافتید. وقت پولدار شدنه.
سلام به رفقای جکواری. آقا سال نو همتون مبارک. امیدوارم که امسال مولا چاکتون نره. بعد که می‌خواستیم یه عذرخواهی هم بکنیم بابت این تأخیری که توی کارا به وجود اومده. امسال انقدر درگیری داشتیم که یکم دیگه تعداد کارامون به مشکل خورده، ولی ان شاءالله تو سال جدید اوکیش می‌کنیم. آره دیگه ان شاءالله از امسال تعداد کارامون رو بیشتر می‌کنیم. بچه‌ها دیگه نیاز به گفتن نیست. همین الان برید نکر جکوار کامنت‌ها رو یکی کنید. اگر هم دوست دارید که قسمت بعدی این کلیپ بیاد تو کامنت‌ها واسمون بنویسید. تا کلیپ‌های بعدی جکوارتونو